No, I work with Hormuz downtown. You Persian? No. خب بیزنس در چه حاله؟ والا با این وضع اکانومی بد نیست خدا رو شکر. میدونی ریل استیت مارکت اصلا رفت آسمون، خیلی هات شد. آره من چند تا زمین خریدم هفته پیش. آقا من فکر کردم تو وکیل هستی. خب کارای وکیلی میکنم دیگه. کارای وکیلی یعنی چی؟ خیلی از وکیلا هم ریل استیت هم میکنن. دیگه این روزا هممون که پول داریم اینوستینگ میکنیم توی این مارکت. این برادرم نمیفهمه. من چی رو نمیفهمم؟ اتفاقا من از این 100 بار بهتر بیزنس میفهمم. هرمز سر میز شام نشستیم. حالا مزخرف نگو. من مزخرف میگم؟ بله بی معرفت. جلوی جد آباد آبروی خودتو بردی. دریوس دروغو کسی، بیریخته بیمزه، احمق انتر. شما راستی فکر میکنی این وکیل هست؟ این که مردشون شکلش ببرن؟ وکیل باید 3 سال بره مدرسه، این یه هفته جولی دوتی بود. من هر روز جون میکنم تو آفیس، تو هر روز تو خیابون داری با خودت بازی میکنی گدا. آخه یک چیزی نگو، همین امشب میرم خودت دخترتو حامله میکنم. میخوای من شروع بکنی؟ دهنتو سرویس میکنم. دهن منو سرویس میکنی؟ با اون کرمی که داری تو شلوارت هیچکی نمیتونی سرویس کنی. تو ماشین منو سرویس میکنی. داداش من دیشب داشتم زنتو اینقدر صفر میکردم بچه‌هات همون اتاق داشتن سپانج باب سکوئر پنج میدیدن. What are they saying? They're talking about Laker game. عجب بدبختی هستی تو راستی. خودت بدبختی کون شده. They seem very enthusiastic about it. من انقلاب توی خیابونا داشتم با سواک میجنگیدم. 79 بابا تو آمریکا بودی، داشتی سابوی ساندویچ کار میکردی. سابوی ساندویچ؟ من هیچ وقت واسه هیچ مرد تو عمرم کار نکردم. من آنترپرنور هستم. بابا تو یه بار مبل مامان رو ایبی فروختی، حالا فکر میکنی آنترپرنور هستی؟ به زنت بدهکار بودم. تو اصلا پول کاغذ توالت نداشتی، با کون گوهی دویدی خونه من که اصلا دادم هرمز، اون بین دوتا برادر بود. همینجا خونتو میریزم. برو دکتر ببین بابا، من اینشورنس تو میدم. این هندونه فروش میخواد پول منو بده؟ تو که پا میشی بی جوراب میری عروسی فکر میکنی میتونی پول منو بدی؟ تو 20 سال این کفشا تقلبی نایکی پوشیدی، میخوای درباره جورابای من حرف بزنی؟ من همین کفشا رو فرو کردم توی کون رنت. بیورزه بچه کونی تون دهنت شاشیدم. کی در رفت تو قبلت؟ هرمز، کیوان، من فقط یه شمارو میخواستم. شما باید همه چیزو خراب کنیم. دوباره آبروی فامیل رفته. چشمم روشن. عیبه، والا عیبه. آخه پیمان تو خیلی جرأت داری بیای خونه من درباره فامیل من اینطوری حرف بزنی. اصلا خدا رو شکر کن که همین الان کیرم تو حلقت نیست. میخوای دوباره بفرستمت زندان؟ ببین کیوان نه! بچه ها